سلام دوستان، قصد داریم که درباره برنامه‌ریزی عملیاتی صحبت بکنیم یا اکشن پلنینگ. برنامه‌ریزی عملیاتی رو به عنوان یک ابزار کلیدی در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه میشناسیم. ویژگی‌هایی که یک برنامه‌ریزی عملیاتی داره این هستش که کمک میکنه که کل مسیر که برای رسیدن به هدف باید طی بشه رو به صورت خلاصه شده در یک نمودار بتونیم ببینیم. همینطور به ما نشون میده که در چه زمانی چه کاری باید توسط چه کسی انجام بشه و از همه مهمتر این که کمک میکنه که ما اهداف کلی‌ترمون رو به اهداف جزئی‌تر و کوچک تقسیم بکنیم برای اینکه بتونیم مدیریت بهتری روی اونها داشته باشیم. اکشن پلنینگ به ما کمک میکنه که بتونیم همه اقداماتی رو که لازم هست برای رسیدن به هدفمون اجرا بکنیم رو مد نظر قرار بدیم و چیزی از قلم نیفته. همینطور که کل فرایند ما رو هم به بخش‌های کوچیک و قابل مدیریت تقسیم میکنه. برای اینکه ما بتونیم یک برنامه‌ریزی عملیاتی خوبی داشته باشیم و ترسیم بکنیم، لازمش اینه که ما همه اقداماتی رو که باید برای رسیدن به هدفمون انجام بدیم رو در درجه اول فهرست بکنیم. مسئول انجام همه این اقدامات رو هم مشخص بکنیم و دست آخر هم مشخص بکنیم که در چه زمانی همه این مسئولیت ها باید و همه این اقدامات باید عملیاتی بشه. اما چجوری میتونیم یه برنامه اجرایی خوبی رو تهیه بکنیم؟ در درجه اول باید این سوال از خودمون بپرسیم که وضعیت فعلی ما چی هستش و کجا هستیم. بعد از اون میبایست که اهدافمون رو مشخص بکنیم با پرسیدن این سوال که خب میخوایم به کجا برسیم و دست آخر به کجا رسیده باشیم. مرحله سوم اینه که گام‌های رسیدن به هدف رو مشخص بکنیم و گام به گامی رو که باید طی بکنیم برای اینکه به هدفمون دست پیدا بکنیم رو مشخص بکنیم. بعد از اون مسئول هر کدوم از این اقدامات رو و گام‌هایی رو که باید طی بکنیم رو مشخص بکنیم و دست آخر هم این که یک زمانی رو مشخص بکنیم برای اینکه هر کدوم از این اقدامات باید انجام بشن. به صورت یک قالب کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، اون چیزی که محصول یک برنامه عملیاتی یا اکشن پلنینگ هستش در قالب نمودار و جدول به این صورت هستش که یک جدول 4 ستونه رو اگر در نظر بگیریم، توی ستون اول ما اهدافمون رو مشخص میکنیم، توی ستون دوم اقداماتی رو که برای رسیدن به اون اهداف باید اجرایی بشه، ستون سوم مسئول یا اون فرد پیگیر و یا افراد پیگیری که باید اون اقدامات رو انجام بدن و در ستون چهارم هم مدت زمان و اون تاریخی رو که باید هر اقدامی تا اون زمان تکمیل بشه رو مشخص میکنیم. به عنوان مثال اگر یک برنامه بهبود کیفیت رو در بیمارستان در نظر بگیریم، به عنوان یک هدف تشکیل تیم بهبود کیفیت در بیمارستان رو میتونیم یک هدف در نظر بگیریم. اقداماتی رو که برای رسیدن به این هدف باید انجام بشه رو میتونیم تماس با بخش‌ها، تشکیل جلسه و دست آخر هم انتخاب افراد مناسب برای تیم در نظر بگیریم. همونطور که میبینید مسئول تک تک این اقدامات مشخص شده و اینکه تا چه زمانی میبایست هر کدوم از این اقدامات تکمیل بشه. مجموعه این نمودار قرار هست که نهایتاً به ما کمک بکنه که ما به هدف خودمون بتونیم بهتر برسیم. اما چند نکته مهم وجود داره در مورد اکشن پلنینگ. این هست که به صورت مداوم برنامه ما میبایست بازبینی بشه و ارزیابی بشه هر جا که لازم، اصلاحات لازم در صورت بگیره برای اینکه همیشه یک ابزار بروز و کارآمد باشه برای رسیدن به اهدافمون. نکته مهم دیگه اینه که به طور دائم باید اقداماتی که انجام میشه چک بشه و بررسی بشه و این اطمینان حاصل بشه که خب اقداماتی رو که به نظرمون تکمیل شده و به انجام رسیده به درستی انجام شده و کیفیت لازمه رو داره. به عنوان یه ترفند اجرایی هم همیشه میبایست که این برنامه عملیاتی و برنامه اجرایی ما جلوی چشم افراد تیممون باشه تا بتونن وضعیت رو که درش هستن رو مشاهده بکنن و بتونن برای اقدامات بعدی خودشون برنامه‌ریزی داشته باشن.